یک سری از دوستای ما تو باشگاه و یک سری از دوستای دیگه ما توی کامنتایی گذاشتن اینا از ما خواستن که ترسی که از مشت دارن این ترس چطوری از بین میره. شکل‌های مختلفی هست که میتونین این کارو بکنین. یکی از کارها اینه که شما پنجه‌های دستتونه زیر این استخوان چشم رو قرنیه چشم نه این حالت ضربه میزنید دقیقاً طوری که احساس بکنید پلک چشمت باز و بسته میشه. این کارو به مرور که انجام بدی ترس از مشت از بین میره. کیا میتونی انجام بدی؟ تو خونه نشستی داری استراحت میکنی، دلیل نمیشه حتما تو باشگاه انجام بدی. پس سرپنجه‌های انگشت زیر این پلک چشم به خود قرنیه ضربه نمیزنی، این استخوان زیر. به این حالت هر تایم یه دقیقه ضربه میزنی. یکم یه آرگیه بزن ببینید بچه‌ها این حالت طوری که چشمتون باز و بسته بشه. بعد یه چیز دیگه، یه کار دیگه هم که میتونید میکنین، یه وسیله‌ای هست که اینه وسیله ابتداییه. ما با وسیله یک لوله پولی اتیلن با یه لوله پولیکا با یه دستکش این رو درستش کردیم. ورزشکار روبرو شما با میسته از حریفتون کمک میگیرین، رو گارد شما ضربه آروم به طرف شما میاره میبره، بهش میگین کارو بکنه، بزن دوباره. الان ورزشکار ما آقرشیا از قهرمانای کشور، از مربی‌ها قادره، تواناه، ترس از مشت نداره، ولی چیکار میکنه؟ نشون میده که چیکار باید، چطوری باید هر ضربه ها رو رد بکنه. یه بار اسلیپ کردن، سایت استر کردن، تمام ضربه ها. ولی کسایی که ترس از مشت دارن فقط این حالت میستن روبروی دستکش، فقط چشماشون رو باز و بسته میکنن، راستون کار میکنن که گیرشون در مقابل این ضربه قوی بشه. بچه‌ها ببینید دوباره مرسی. تمام حرکتایی که توی ورزش، حرکتای دفاعی که تو بوکس هست میتونید به وسیله این انجام بدید.